سلام، وقت همگی بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قرار هستش که یه مروری روی وبینار جلسه قبلمون داشته باشیم. یه سری سوال برامون فرستاده بودین، قراره که اون سوالا رو پاسخ بدیم و در نهایت یه خلاصه‌ای در مورد نحوه کار کردن با نرم افزار کمستیشن، حالا هم آنلاینش هم آفلاینش، با هم دیگه داشته باشیم. خب اول یه مروری روی جلسه قبل داشته باشیم. جلسه قبل اومدیم کلیات دستگاه HPLC رو با هم بررسی کردیم، اینکه از چه حلال‌هایی باید استفاده کنیم، به چه شکل حلال‌ها رو انتخاب بکنیم، نحوه فیلتراسیون دستگاه‌ها به چه شکل هست، انواع ستون‌ها رو با هم بررسی کردیم، دتکتورها، انواع اینجکتور، اینکه حالا اگه می‌خواید دستی تزریق کنین از اتو سامپلر می‌خواید استفاده بکنید، اینا رو با هم دیگه بررسی کردیم. یه سری از دوستانمون توی دایرکت برامون یه سری سوال فرستاده بودن. حالا گفتم بهتره که اول بیایم اون سوالا رو با هم بررسی بکنیم، بعد بریم در مورد نرم افزار از توی سیستم اونا رو با هم چک بکنیم. یه نفر پرسیدن که نحوه شستن فیلترهایی که توی مسیر حلال قرار میگیرن به چه شکل هست. توی وبینار قبل براتون توضیح دادیم که فیلترهایی که می‌خوایم استفاده بکنیم سر دستگاه ها قرار میگیرن، یعنی هر حلالی که سر مسیر دستگاه قرار میگیری یه سری فیلتر دارن. ممکنه که این فیلترها آلوده بشه، ممکنه که ذره محیط رو به خودشون بگیرن. وقتی که آلوده بشن یکی از نشونه هاش اینه که ممکنه فشار دستگاه بالا بره، ممکنه که مسیرتون به طور مداوم و پشت سر هم حباب بگیره. راه شستنش چیه؟ شما میتونید بیاین این فیلترها رو داخل مثلا هاشناسه 20% یا 30% قرار بدید و به مدت نیم ساعت سونیکشون کنید. بعد از اینکه نیم ساعت تموم شد با آب UP یا همون اولترا پیور اونا رو بیاین دوباره نیم ساعت سونیک کنین و بعد میتونین استفادهشون کنین. نحوه شستن و احیای ستون در صورت بالا رفتن فشار و ایجاد آلودگی. وقتی که ستونتون آلوده میشه یکی از نشونه هاش اینه که ممکنه فشارش بره بالا از حد معمول. مثلا اگه همیشه رو 120 بار باشه ممکنه برسه به 200 بار. اینکه وقتی دارین آنالیز انجام میدین پیکاتون یه حالت شولدر پیدا میکنه، یا اینکه ممکنه تیلینگ یا فرانتینگ پیدا بکنه. اینکه حالا چجوری این ستون احیا بکنیم چند تا راه داریم. میتونید به مدت 24 ساعت از هاشناسه 2000 نرمال استفاده بکنید. قبل از اینکه بذاریم با هاشناسه 2000 نرمال شسته بشه به مدت 24 ساعت با فلوی 1/10 بذارین یه شب تا صبح ستون شسته بشه، بعد بیاین هاشناسه 2000 نرمال رو سر مسیر دستگاه قرار بدین و با همون فلوی 1/10 به مدت 24 ساعت شسته بشه. بعد میتونین دوباره بیاین حالا همون استاندارد، همون ماده مرجعی که قبلا باهاش تزریق میکردین و حالت شولدر پیدا میکرد تزریق بکنین ببینین خوب شده یا نه. راه دیگه‌اش اینه که هر ستونی که شما دارین استفاده میکنین یه فلشی روی ستون داره. ابتدای ستون رو میتونین باز بکنین. اگه مثلا فاز ساکنتون 3018 هستش با یه سوزن یا یه وسیله‌ای که سرش چیزه یه کمی از اون فاز ساکن رو بردارین. نهایتش اینه که اگه مثلا ستونتون 25 سانتی متر نهایت میشه 24.5. اگه قبلا تو 5 دقیقه پیک میگرفتین الان مثلا تو 4.5 دقیقه پیک میگیرین. خیلی بهتر از اینه که بخواین هزینه بکنین و دوباره یه ستون دیگه ای خریداری بکنین. این یکی از راههایی هستش که باعث میشه اون آلودگی هایی که ابتدای ستون هست رو از بین ببرین، چون معمولا ابتدای ستون آلوده میشه تا انتهای ستون. اگه حالا این دو تا کار رو انجام دادین و به نتیجه ای نرسیدین، راه دیگه‌اش اینه که ستونتون رو بیاین برعکس کنین و کلا دیگه برعکس ستون رو استفاده کنین، چون همینجور که الان گفتم ابتدای ستونتون هست که آلودگی داره. وقتی ستون رو برعکس میکنین خب شما دارین انتهای ستون رو الان به عنوان ابتدای ستون استفاده میکنین، پس قطعا پیکاتون خیلی بهتر میشه و فشارتون هم کمتر میشه. نحوه شستن گارد برای از بین بردن آلودگی. گارد هم مثل ستون هستش، دقیقاً هم جهت با ستون یه فلشی داره. یکی از راه‌های شستنش اینه که شما بیاین گارد رو برعکس ببندین، 5 دقیقه با حلال آبی مثل آب استفاده کنین، 5 دقیقه 50 آب متانول یا حالا آب استونیتریل استفاده کنین و 5 دقیقه هم حلال آلی. میتونین گارد رو به این شکل بشورین، بعد دوباره جهتش
رو هم جهت با ستون هم جهت با فلشی که روی هولدر دستا قرار گرفته ببندیمش و سر ستون بذارید. اینجوری آلودگی های گاردتون از بین میره و فشارش هم کمتر میشه. برای انتخاب کردن فاز متحرک و فاز ساکن به هنگام ستاپ کردن روش جدید به چه نکاتی باید توجه کنید؟ وقتی که میخواین یه متد جدیدی رو ستاپ بکنین، شما باید چک کنین ببینین که طبق چه استانداردی دارین این کار رو انجام میدین. اگه طبق استاندارد ملی بین المللی دارین ستاپ انجام میدین مثل ایزو، ASTM، ایزیری، توی این استانداردها معمولا خودشون روش رو گفتن. مثلا خودشون گفتن چه ستون انتخاب کنین، چه فاز متحرکی رو انتخاب بکنین. ولی بهترین حالت و حالت ایدئال اینه که شما بیاین در نظر بگیرین که ریورس فیز دارین کار میکنین یا نورمال فیز. حالا اگه ریورس دارین کار میکنین C18 انتخاب کنین یا C8 انتخاب کنین. فاز متحرکتون رو چه انتخاب بکنین؟ آب باشه، متانول باشه، بافر باشه. اگه بافر دارین انتخاب میکنین pHش باید توی چه رنجی باشه. تنظیم pHتون رو با چه اسیدی باید انجام بدین. مهمترین نکته‌ای که شما باید بهش توجه داشته باشین این هستش که جداسازی توی HPLC بر اساس اختلاف توی قطبیت داره انجام میشه. پس چیزی که شما باید سرچ کنین و حتما مد نظرتون قرار بدین اینه که قطبیت اون آنالیت، قطبیت ستون، قطبیت فاز متحرکتون رو حتما سرچ کنین و بهش دسترسی داشته باشین. یکی از چیزایی که شما میتونین سرچ کنین و برای آنالیتتون میتونه بهتون کمک کنه کای اکتانول واتر هستش که اگه توی گوگل سرچ کنین کای OW مقادیرش رو براتون میاره. ستون چه نکاتی رو باید بهش توجه کنیم؟ خب شما وقتی میخواین یه ستونی رو خریداری بکنین، همونجور که گفتم اول باید چک کنین که توی روشتون، توی ستاپ روشتون چه ستونی رو بهتون گفته. ستون C18 گفته، NH2 گفته، ستونای نورمال فیز رو بهتون گفته. باید به این نکات حتما توجه بکنید. و این چیزی که باید بهش توجه بکنید، ممکنه که شما توی خریدن دو تا ستونی که جفتشون فاز ساکنشون C18 هست، توی اونا به مشکل بخوری. حالا کدوم ستون رو برم بخرم؟ شما باید اون ستونی رو خریداری بکنین که تعداد بشقابک بیشتری داشته باشه. یعنی شما سرتیفیکیت ستونا که نگاه بکنین، هر کدومشون تعداد بشقابک‌هاشون مشخصه. اونی که تعداد بشقابک بیشتری داره طبق رابطه N مساویه با L به H، هرچند که شما Nتون یعنی همون تعداد بشقابک‌های تئوریتون بیشتر باشه، پس کارایی ستون هم بیشتر میشه. پس شما اون ستونی رو باید خریداری بکنین که توی سرتیفیکیتش تعداد بشقابک‌های تئوری بیشتری داره. این سوالایی بود که پرسیده بودن. من الان میام توی نرم افزار رو براشون توضیح میدم. ما توی نرم افزار کمستیشن دو تا نرم افزار داریم. الان ما چون داریم کار میکنیم و دستگاه توی ران هست، من از اینجا میتونم بهتون نشون بدم. دو تا نرم افزار داریم، یه نرم افزار آنلاین و یه نرم افزار آفلاین. نرم افزار آنلاین نرم افزاری هست که شما موقع تزریق میخواین باهاش کار بکنین. مثلا تاریخ بهش بدین، متد براش تعریف بکنین، اسم فایلتون رو بدین و تزریق رو انجام بدین. حالا این پارامترهایی که اینجا میبینیم چیه؟ این قسمت، این دستگاهی که الان ما داریم باهاش کار میکنیم اوتو سامپلر داره. پس اینجایی که نوشته 20 میکرولیتر و علامت سرنگ داخل، علامت سرنگ رو کشیده، من کلیک میکنم و قسمت ستاپ اینجکتور، الان ما براش تعریف کردیم که 20 میکرولیتر بیا تزریق کن. من این 20 میکرولیتر رو اوکی میکنم و دستگاه موقع تزریق 20 میکرولیتر از استاندارد یا حالا نمونه منو به دستگاه تزریق میکنه. این 4 تا بطری که اینجا میبینیم، این همون 4 تا مسیری هستش که من سر مسیر دستگاه قرار میدم. الان برای آزمون اسیدهای آمینمون ما اومدیم مسیر C و D رو انتخاب کردیم و چون برای آزمون اسیدهای آمینه ما گرادیان داریم کار میکنیم، این گرادیانی هستش که ما برای آزمون اسیدهای آمینه کار میکنیم. چون گرادیان هستش، به مرور زمان یعنی در طول تایمی که داره انجام میشه، خود دستگاه تشخیص میده که چقدر از مسیر C بکشه و چقدر از مسیر D بکشه. این
140 چیه؟ 140 بار فشار دستگاه هستش و همینجور که میبینید این 140 بار باید موقع تزریقتون ثابت باشه. اگه مثلا بشه 140 بشه 120 بشه 180 پس یعنی شما یه جایی توی دستگاهتون لیک دارین، یه جایی توی دستگاه نشتی دارین. حالا بعضی از دستگاه خودشون سنسور حرارتی دارن و موقعی که شما لیک داشته باشین بر اساس همون سنسورهایی که دارن خود دستگاه شاتدان میکنه. این قسمت کاله معاون ستون هست. حالا بسته به آزمونی که دارین انجام میدین ممکنه که نیاز به دما داشته باشین. نهایت دمایی که شما توی HPLC میتونین استفاده بکنین حالا بسته به سرتیفیکیت ستونتون 40 تا 50 درجه سانتیگراده. اگه بیشتر از 50 درجه سانتیگراد استفاده بکنید ممکنه که اون فاز ساکنه که داخل ستون هستش حل بشه و باعث تخریب ستونتون بشه. این قسمت FLD دستگاه هستش یا همون دتکتور دستگاه. شما بسته به آزمونی که دارین انجام میدین همونجوری که گفتم حالا میتونید از توی استانداردهای ملی یا بین‌المللی از توی مقالاتی که میخواین آزمون رو ستاپ کنین چک کنین که به چه دتکتوری نیاز هست. الان ما اینجا داریم از دتکتور فلورسانس استفاده میکنیم. دتکتور فلورسانس یه طول موج جذب داره و یه طول موج نشر داره که حالا بسته به اون آزمون شما میتونین این طول موج ها رو تعریف کنید. ممکن هست برای بعضی از آزموناتون مثل حالت گرادیانی که برای حلال ها تعریف کردیم برای دتکتور هم شما میتونین گرادیان تعریف بکنید که توی این تایم این طول موج جذب رو داشته باش و توی این تایم این طول موج نشر رو داشته باش. اگه این قسمت اینزرت رو بزنم شما میتونید این رو براش تعریف کنید. این میشه قسمت هایی که مربوط به آنلاین هستش. حالا الان ما اینجا تایمش رو میبینیم 56 دقیقه است. ما حدود 5-6 دقیقه دیگه میتونیم یکی از آنالیز هایی که میخوایم انجام بدیم تزریقش کنیم که موقع تزریق من روش اسم دادن رو براتون توضیح میدم. حالا فرض میکنیم تزریق کردیم و توی نرم افزار آفلاین میخوایم آنالیزمون رو انجام بدیم. از قسمت فایل لود سیگنال حالا این مربوط به نرم افزار کم استیشن هست و شما به این شکل میتونین کار کنید. تو قسمت دیتا این دیتا هایی هستش که ما سیو کردیم توی نرم افزار آنلاین بهش این اسمو دادیم. مثلا دادیم آفلاتوکسین BG نمونه ای که مربوط به PT بوده و تاریخ 1403/10/09. این کار سلیقه‌ای هست. شما به هر شکلی که خودتون مایل بودین میتونین اسم بدین و تزریقاتون رو انجام بدین. زمانی که میخواین با HPLC کار بکنین اولی تزریقی که باید داشته باشین تزریق آنالیتتون هستش، تزریق ماده مرجعتون منظورم هست با یه غلظت معینی. مثلا من اومدم QC 5 ppb تزریق کردم و چند تا پیک گرفتم. ولی خب من از کجا باید مطمئن بشم که این پیک مربوط به آنالیتم هست؟ چرا من این پیک رو نگرفتم؟ پس من باید بیام یه استاندارد یه ماده مرجع با یه غلظت دیگه ای هم تزریق کنم تا بتونم جای پیکم رو بگیرم. وقتی من اومدم پیکم رو تزریق کردم متوجه میشم که این 4 تا پیکی که اینجا گرفتم این 4 تا پیک برای من روند داشته ولی این پیکی که من اینجا بهش شک داشتم بین استاندارد 5 ppb و 2 ppb من روندی نشون نداده. پس من متوجه میشم که این 4 تا پیک برای من روند داشته. من میدونم وقتی دارم آفلاتوکسین BG رو آنالیز میکنم اولین پیک آنالیز میکنم آفلاتوکسین G2 هستش. من چجوری باید مطمئن بشم که اولین پیک G2 من هستش؟ شما 2 تا راه دارین. میتونین بیاین استاندارد تک G2 رو خریداری بکنین، تک G2 رو غلظت بالا مثلا بیاین 20 ppb تزریق بکنین و ببینین کجا پیک میده. اینجا پیک میده، اینجا پیک میده. اگه این کارو بکنین قطعا توی هولوش 12.5 دقیقه حالا با این ستونی که ما تزریق کردیم اینجا پیک میگیریم.
راه دیگهش اینه که همونجور که قبلا بهتون گفتم جداسازی توی HPLC بر اساس اختلاف توی قطبیتش هستش. وقتی من دارم با ستون C18 کار میکنم و اولین پیکی که خارج میشه پیک G2 هستش، پس یعنی G2 قطبی ترین ترکیب من بوده. شما باید برین قطبیت G2, G1, B2 و B1 رو از توی اینترنت پیدا بکنین، ببینین کدومشون قطبی تره و اولین پیکی که خارج میشه اون ترکیبی هستش که قطبی تر هستش. خب این میشه پیک استانداردهای من. من میام نمونه‌مو میخوام آنالیز کنم. نمونه‌ای که آنالیز میکنم وقتی بخوام پیکامو بندازم روی هم از اوورلی استفاده میکنم، فایل اوورلی سیگنال. این قسمت رو که بزنم میام نمونه‌مو بندازم روی پیکای استانداردم و اینجا الان میبینم پیک نمونه‌ای که من دارم پیک سبز رنگ هستش که این پیک سبز رنگ میبینم سر جای G2 و B2 من پیک نشون داده، ولی سر جای G1 من پیک خیلی ریزی نشون داده. ولی من وقتی دارم نمونه رو آنالیز میکنم نمیام حالا اگه به فرض اینجا به من پیکی نشون داده باشه این پیک رو اینجا بگیرم. من اون پیک مد نظرم هستش که دقیقاً سر جای استاندارد من پیک نشون داده باشه. پس شد من اول میام استانداردم رو تزریق میکنم، ماده مرجعم رو تزریق میکنم، پیک ماده مرجعم رو پیدا میکنم، نمونه‌مو آماده سازی میکنم، تزریق میکنم. بعد از اینکه نمونه‌مو آماده سازی و تزریق کردم، برای اینکه مطمئن بشم من اپراتور خطایی ندارم باید بیام اسپایک روش انجام بدم. الان این چیزی که میبینین رنگ صورتی، حالا من تک میارم براتون، این خود نمونه بوده و این اسپایکی که روش انجام شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فرض کنین پیک G2 که من بهتون گفتم نمونه مثلا 2 PPB داشته، من خودم اومدم 2 PPB دستی روی نمونه اضافه کردم، پس انتظار دارم که نمونه در نهایت 4 PPB به من نشون بده و در نهایت من بیام ریکاوری یا بازیافت حساب بکنم. پس اگه من بیام مثلا نمونم 2 PPB داشته، انتظار دارم که وقتی که بهش اضافه میکنم غلظت هام 2 برابر بشن. به این کار میگیم اسپایک کردن و ریکاوری گرفتن، که با این کار من میام خطای سیستماتیک روشم رو حساب میکنم. با این کار من فقط میخوام مطمئن بشم نمونم ریکاوریش اوکی هست یا نه، که این ریکاوری اوکی بودن یا نبودنش رو طبق EPA 8000 انجام میدیم که برای کروماتوگرافی باید بین 85 تا 120% باشه. بدیم من اینو الان توی 62 دقیقه استوب میکنم. چون گرادیان هستش بعد چند دقیقه صبر کنیم تا به تعادل برسه، برگرده به همون گرادیان اولی که براش تعریف کرده بودیم، اون اسمی که مد نظرمون هست و برای نرم افزار تعریف کنیم و استارت رو بزنیم. الان این چیزی که میبینین ریپورتی هستش که دستگاه داره بهمون میده و همونی هستش که آفلاین بهمون نشون میده. به شکل PDF هم میتونین شما کروماتوگرام ها رو سیو کنید. خب میتونیم بیاین توی قسمت ران کنترل، سامپل اینفو، توی قسمت دیتا فایل، توی درایو سی کم 32 یک دیتا، این چیزی هستش که خود نرم افزار تعریف میکنه و یه حالت قفلی هستش، یعنی من نمیتونم اینو تغییرش بدم. توی قسمت ساب دایرکتوری من میام اسم فایلم رو تعریف میکنم، مثلا آمینو اسید و تاریخی که امروز داره انجام میشه. گفتم این یه چیز سلیقه‌ای هست و شما به هر شکلی که خواستین میتونین برای خودتون تعریف کنید. این قسمت فایل نیم قسمتی هستش که من میام تعریف میکنم که چی رو دارم تزریق میکنم. الان نمونه‌ای که ما میخوایم تزریق بکنیم یه نمونه خوراک دام هستش یا مکمل هست و حالا تزریق‌هایی که ما اینجا انجام میدیم بر اساس کد پذیرش هست. کد پذیرش این نمونه 132 و حالا من اسمش رو میزنم سامپل نمونه. بهتون گفتم که این آنالیزی که ما با این دستگاه داریم انجام میدیم اوتو سامپلر داره.
توی قسمت لوکیشن شما میتونید براش تعریف کنید که از ویال شماره چند نمونه‌تون رو برداریم. ما براش تعریف کردیم که ویال شماره 1. و توی قسمت سامپل نیم شما میتونید همین اسمی که اینجا دادین رو تعریف کنین یا اینکه اسم فایلتون رو بدین. یه چیز کاملا سلیقه‌ای هستش و در نهایت اوکی میکنید. باید چک بکنید که بیسلاینتون صاف شده باشه و به تعادل رسیده باشه و کنار اون فشار دستگاهتون هم ثابت شده باشه. چون اینجا ما مسیر گرادیانی داشتیم باید صبر بکنیم که گرادیان به تعادل برسه و بعد تزریق بکنیم. ما یه چند دقیقه صبر کنیم که فشار دستگاه ثابت بشه. وقتی که میخواین دستگاه رو آنالیز بکنین و حالا توی آنلاین یا آفلاین، وقتی که میخواین زوم بکنین سعی بکنین که از قسمت ابتدایی پیک بگیرین و این زوم رو ادامه بدین. اینی که شما از وسط کار بیاین اینجوری زوم بکنین قطعا نمیتونین سطح زیر پیک درستی رو بگیرین. باید از ابتدای کروماتوگرام بگیرین تا انتها تا بتونید درست زوم بکنین. وقتی که میخواین آنالیزی رو انجام بدین، طریقه درست سطح زیر پیک گرفتن به این شکل هستش که حالا از این آیکونی که اینجا میبینین یه حالت قله‌ای داره، خودش هم وقتی برین روش نوشته مانوال اینتگریشن، یعنی انتگراسیون دستی بخواین بگیرین، بیسلاین به بیسلاین شما باید انتگرال بگیرین. سطح زیر پیکتون باید بیسلاین به بیسلاین باشه. با اینی که علامت ضرب در روش پاک میکنیم و با اینی که یه حالت قله رو دو نصف کرده و ما بهش میگیم اسپلیت کردن، اسپلیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی حالا شما فرض بکنیم مثلا اینجا یه پیکی بوده که شولدر داشته، اینو به اینجا میگیریم سطح زیر پیک و با این اسپلیت میکنیم، با این هم که پاک میکنیم. خب همونجور که میبینین الان این یه حالت به تعادل رسیدن پیدا کرده و فشارمون هم ثابت شده. اسم که به دستگاه دادیم کد پذیرش و نمونه بوده و الان استارت میزنیم. استارتی که بزنیم چون حالت اوتو سامپلر داریم روی دستگاه دیگه خودش شروع به تزریق کردن میکنه. از این اطلاعات چجوری میتونم به غلظت نهایی نمونه برسم و توی وبینارهای بعدی با اکسل براتون توضیح میدیم.